الشرك لظلم عظیم. شرک ظلم عظیم هست. هر کسی قرآن می فرماد شرک کرد فکأنما خر من السماء، هر کسی شرک کرد گویا که از آسمان پرتاب شد. فتخطفه الطیر، از آسمان کسی پرتاب بشه مرغان در هوا او را تکه تکه کرده میخورند، نابود میکنند. هر کسی شرک کرده که گویا از آسمان پرتاب شد نابود می شود، هلاک می شود، آثار باقی نمی ماند، در چاله جهنم می افتد. اهل توحید، اهل ایمان، اهل طاعت و بندگی الله در تمام ناز و نعمت الله. ان المتقین فی جنات و عیون و فواکه مما یشتهون، در باغات باغات، در چشمه های چشمه ها و هر میوه‌ای که میخواهند بر آنها آماده. کی؟ آنهایی که از الله میترسند، بر الله شریک نمیگیرند، غیر الله را نمیپرستند. ان المتقین فی جنات و عیون، چشمه های چشمه و میوه های میوه، باغات باغات باغات، سایه سایه سایه. سبحان الله، الله نصیب بکند. در این دین تمام ممنوعات محرمات تمام بیان شدند، تمام عبادات طاعات. رأس منکرات شرک و رأس طاعات یک تاپرستی و توحید الله متعال.